تو بیا جلو. الان پاشنه پات با بیرون زانوت باید یکی باشه. میری بالا، این تیغه پای زیری، دست بالای سرشون است، لگن بالا، فشار سمت پایین، بازدم به بالا. اونایی که براشون سخته این دست رو بذارن زمین، با دست زمین فشار، با سمت پایین بالا. برو 15 تا. خب شونه ها پا توی یک خط، دست از بالای سر آروم میان به سمت پایین، دستم رو میکشم از بالای سر، دست زیری تو بده جلو، بیشتر کشش بیشتر، دم و بازدم. از پهلو خودتو بکش و شل کن، آروم بیا بالا.